با یک لیوان آب میخوام فرق خیانت زن و مرد رو توضیح بدم. بیرون لیوان مرده، آب درون لیوان زنه. این بیرون لیوانو کثیفش میکنیم به عنوان مثلا داره خیانت میکنه. باز با این حال آب درونش همچنان سالم. حالا لیوان تمیز میشه به همین راحتی. اما درون لیوان این تمیز میشه؟